هک بزرگ در ترکیه، آزادسازی سنگین توکن ها و ورود نهادهای مالی بزرگ به بازار کریپتو. هک بزرگ در ترکیه. بذارید از این شروع کنیم. خبر بسیار مهم و تاثیرگذاری در حوزه کریپتو که میتونه براتون مهم باشه و ازش درس بگیرید. یکی از دو صرافی بزرگ ترکیه به نام BTC ترک این هفته مورد حمله سایبری قرار گرفت و حدود 48 میلیون دلار از سرمایه گذاران به سرقت رفت. همیشه ما گفتیم، من حتی تو طول این هفته هم چند شورت و ویدیو گذاشته بودم، اهمیت استفاده از کیف پول. شما وقتی از صرافیاتون میخواین در دراز مدت استفاده بکنید و پول و ارزتون رو به کیف پولتون انتقال نمیدید، میتونه یه همچین اتفاقاتی بیفته. این صرافی از بحث امنیتی میشه گفت فوق‌العاده قوی بوده، اما به هر حال مورد حمله قرار گرفت و صفحش از دسترس خارج شد. خیلی از سرمایه گذارا هنوز نمیدونن سرمایهشون رفته یا جزو اون گروه نیستن، چون دسترسی به اطلاعات حساباشون کلا بسته شده. آزادسازی سنگین توکن ها، خیلی بهش دقت کنید. تو ماه سپتامبر قرار شده میزان 5.4 میلیارد دلار توکن وارد بازار بشه. پس این میتونه فشار فروش شدیدی رو ایجاد بکنه. معامله‌گرانی که از این هفته قراره این کار رو انجام بدن باید ضریب ریسک فوق‌العاده بالاتری رو در نظر بگیرن. به هر حال وقتی عرضه بیشتر از تقاضا بشه میتونه تاثیر زیادی روی قیمت براتون ایجاد کنه. حد ریسکتون رو حتما در نظر بگیرید، حد ضررتون رو هم در معاملات سعی کنید حتما مشخص کرده باشید. ورود نهادهای مالی بزرگ که میتونه خیلی تاثیرگذار تو حوزه کریپتو باشه و نشون دهنده بزرگ شدن این خانواده است. مثلا بورس نزدک این هفته اومده زمینه فعالسازی بورس اوراق بهادار در زمینه توکن رو فعالسازی بکنه. خب این خیلی خبر مهم و مثبتی برای بچه‌هایی که تو حوزه کریپتو کار میکنن. یا صرافی هشکی اومده مبلغ 500 میلیون دلار برای خرید بیت کوین و اتریوم گذاشته و این خودش یه نوع سیگنال به حساب میاد. یا استیبل کوین ها ارزشش به بالای 300 میلیارد دلار رسیده. پس خیلی دقت کنید و سعی کنید از این فرصت ها استفاده بکنید. اگر بخوایم یه تحلیل جزئی از بازار این هفته بکنیم، بیت کوین تونسته خودش رو 110 تا 112 هزار تا تثبیت کنه و اگه بتونه این ثبات رو حفظ کنه، هدف گذاری بعدیش رو 115 تا 120 هزار تا خواهد بود. اتریوم رو 4400 تا 4500 تثبیت کرده و اگر نشکنه میتونه تا 5000 تا بالا بره. رو آلت کوین ها سولنا خیلی خوب این هفته تونسته کار بکنه. پس دقت کنید که بتونی بهترین استفاده رو از اینا ببرید. سیگنال های معاملاتی تو این هفته چجوریه و روی چه مبحثی هستن؟ بیت کوین میشه گفتش خرید بالای 112 هزار تا، هدف گذاری برای فروش رو 115 تا 120 هزار تا، حد ضرر رو 105 هزار تا تنظیم میشه. یعنی فعلا با توجه به اخبار و تحلیل ها این سیگنال رو میشه بازار گرفت. در مورد اتریوم اگر بخوایم حساب کنیم، خریدش در صورت شکست 4500 تا، هدف گذاریش برای فروشش روی 5000 تا 4900 تا، حد ضررش رو 4200 تا تنظیم میشه. در مورد سولنا میشه گفتش روی در صورت شکست البته 228 دلار، هدفش میتونه 235 تا 250 تا باشه، حد ضررش هم میشه رو 200 تنظیم کرد. بنابراین سیگنال های شفافی که فعلا میشه بازار گرفت اینها بوده. البته بچه ها میدونن روزانه و به صورت هفتگی میشه آدم از سیگنال ها برای برنامه‌ریزی خودش استفاده کنه. یه تفاوت بزرگ داره بچه‌هایی که به صورت هولد کار میکنن یا
ترید روزانه، خب اینها برنامه‌ریزی، هدف گذاری و استراتژیشون با هم دیگه خیلی متفاوته. پس اگر میخواین که در مورد یه رمزارز خاص سیگنال گیری بکنید، میتونید تو انجمن با هم دیگه عضو بشین. من انجمن کانال رو هم فعال کردم، توی اون میتونیم روزانه با هم دیگه بحث کنیم و بهترین برنامه‌ریزی رو برای هم دیگه داشته باشیم تا بتونیم بهتر و با سود بیشتر با هم پیش بریم. بازار فرصت‌ها از ورود نهادهای مالی بزرگ یا آزادسازی توکن ها و حتی هک، کریپتو خیلی جذابه و از همه اینها میشه استفاده کرد و فرصت‌های خوبی رو ایجاد کرد. حالا یه سوال، شما فکر می‌کنید این هفته بیت کوین به هدفش نزدیکتر میشه یا اتریوم؟ تو کامنت ها بهم جواب بدین. در ضمن اگر از این ویدیو خوشتون اومد، چون ما به صورت هفتگی اخبار، تحلیل و سیگنال ها رو براتون قرار میدیم، حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و با عضویت تو انجمن کانال هم میتونیم این گفتگوها رو خیلی بهتر و مثبت‌تر و پیشرفته‌تر با هم دیگه جلو ببریم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و پیروز باشید.